نشستی فقط فکرت به این کلیده؟ تو اصفهانی؟ فقط یه اصفهانی میتونه اینقدر فضول باشه که تمامش رو بگه این کلید چیه؟ در کوش رو وا میکنه، تو اونجا که در رو وا میکنه چیه؟ یه کلید رو به گردنش انداخته است. خب محبوبه که معلومه که محبوبه، این کلید قلب منه. دوستندار چی کار کنم آخه امشب؟ من این کلید زنگ زده. راحت شدی؟ خیلی تو خوشی تو پاپیون و اینا زدی برای شوی من زدی؟ جدی با این همه قیافه و فلان برای شوی من اومدی؟ پاپیون؟ یعنی دیگه تو واقعا از کون بیل که سهله. پاپیون شوی کمدی به کلید من گیره تو عتیقه خودت. پاشو مردم ببینن چقدر خوشتیپی. خدا بگه نیا کن. من کامیدیانم، سایکولوژیست نیستم، ولی میدونم این تیپ زده بود میخواست فقط امشب همه اینو ببینن. اسمت چی داشت؟ علی جان خبره که خوش اومدی. مرسی. خانومی که بغلش میشناسیشون یا خانم هستن؟ ماشاءالله این همیشه اینطوری تیپ میزنه میاد بیرون. خب بچه خوشی بیاسی. وقت چیکار میکنین تو این شهر؟ همه کار. چی کار؟ رستوران داری. بچه میگه همه کار. تو رستوران معامله خرید و فروش، واردات صادرات، فروش فرش، تابلو، لوسترامون هم میفروشیم تو مغازه بعضی وقتا. مشتری نشسته میگه آقا لوسترا چند؟ اونم میذاریم تو حساب. همه چی. خب بگی رستوران چه اشکال داره؟ تبلیغ رستورانت میشه. از جواب چی؟ این بابا این گردن بند نو کردم خوشم اومد. شونم نه تو خود گیری بخون. من ببینین این خدا شاده. اسم شما چیه خانم؟ شادی. ببین این چه زن چه صبری داره. خداش اگه یک آقایی بیاد توی شوی کمدی به کمدین گیر بده 6 بار سوال پیچش کنه که گردن بندش از کجا آمده برش چیه، ببین این خانم بدبخت میره سر کوچه میره خونه. این چیکار میکنه؟ واقعا شادی جان خدا صبر ایوب بهت بده. یه عقلی هم به علی جان. این رستوران شما تو شهر دوسلدورف؟ ما امروز یه رستوران رفتیم. خدا شاهده دفعه قبلم خیلی حال کردم. کوچینی آخر باحال این کوچینی. Francesco, tonight me and you, cucini, restaurant, spaghetti meatball. هستی؟ بگو هستم. هر کی دیگه هم دوست داشت ما امشب بعدشون میریم کوچینی. کوچیکتون هم هستن تشریف بیارین. من میدونم که علی هم رستوران داره ولی دوره. امشب همه کوچینی هستیم. فردا شب تو کل، اگر نزدیک کل نمیم رستوران شما. باور کن میام تبلیغ برات میکنم. Why not? We support ایران. ما همه رو ساپورت میکنیم. رستوران چیه؟ تو دروغ گفتی فکر کن. تو دو رستوران داری تو. من تو عمرم این امکان نداره رستوران داره. آقای اکبری شما که اینقدر با تجربه ای امکان داره این رستوران داشته باشه؟ میگم چی کاره؟ میگه همه کار. بعد 3 ثانیه مغزش فکر کرد. گفتم خب چی کار؟ گفت رستوران. بعد میگم رستوران گفت. بعد من گفتم کوچینی ایتالیان. این ایتالیان. He's lying. Ali the liar. Ali دروغگو.
خالی بند، علی خالی بند، آخر خالی بندی، رستوران ایتالیایی، علی خالی بند این کلید خالی بنده رو وا میکنه. امشب هر کی دلش واقعا ته دل شاد، چون شادی دلش شاد شد. شادی امشب اسمش به واقعیت پرداخت.